در 20-25 30 سانتی متر یک کمونده یک کلای نیول مونده اینا چیش مونده دیگه اینا. سنت‌الله میرزایف پختکار از ناحیه فرخار بعد بارش نمیداند با زمین آفت زده‌اش چی کند. چی خیلی کمی برف میزن زمین همون خیلی سفید شد دیگه. خیلی تقدیر بوده و خیلی هم خیلی زدش برده که دیگه کلوش پرونده اینا برده. روز 26 می در چند دهات ناحیه فرخار ژاله بارید که به 250 گکتار زمین مردم ضرر رساند. یک گکتار نی اگیم گکتار. اوش 2.5 گکتار. او اولانیام 3.5 گکتار. ایمون نیم گکتار. این دهقان میگوید او کم آسیب دیده است اما کشت برخی به تمام نیست شدند. مرادعلی خواجه‌یف سوم بار است در زمین کش میکند و به آفت روبرو می شود. قرضش تا 8000 سامانی رسیده است. یکم بار پوگزا سرد برد یک بار پخته هم خیلی چی شد برگش خوک شد امید ما قریب که کنده شده بود بود این بار خدای تعالی امید کنیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سینمون نگاه کنه ساوز میشه در حقیقت یک ساوز نقص شده بود که جلوی یکم دایره بکرد در جلوی یکم یک 30% زمین هم خیلی برهم خورد یک 70% قریب مونده بوده بعد اینا جلو و ازمین بعد زده همه یک خدا دروغ نکنه یک 80% زمین ما در یک الجویاکو عمان پخته ماندگی نیست. دهقانان میگویند 3 سال باز طبیعت به آنها رحم نمی کند. بیشتری آنها اجاره کارند و ممکن است به تنهایی دیگر از عهده حل مشکل خود نبرایند. پاره سال ملاخ اومد زدک پرنا خیبو هم تاریخ نکاح بود زده بود این سال بوینا 2 بار جولا زدش یا بار خنیکی 2 بار جولا زدش این سال. این دهقانان میگویند اگر حکومت دستگیری مالی کرده نتواند بگذار گذشته اندازی کند. اینوازی نالوگ مورا نالوگ پرنا ایا گیتر 400 میسوب کا بود کرایه تراکتور این سال رفتم میگه 800 سوم پول بدی نالوگ فقط کرایه انداز یگونه تراکتوری است میگه گیترم 800 سوم پول حساب کیسه دیگه چه کنم نمیدونی. در حکومت ناحیه فرخار به رادیو آزادی گفتند کمیسیای مخصوص تأسیس یافته است که حادثه را می آموزد. دهقانان ضرر دیده را روی خط کردند. به دهقانان هنوز کسی نگفته است که بعد این نامنویسی تقدیر آنها چی می شود. در